بیا بریم یکی از کارهایی که میکنم و بهت نشون بدم. خب همونجور که میدونید من شنیون کارم، اما قبل از اینکه شنیون کار بشم توی کارگاه لامپسازی کار میکردم که هنوزم اونجا مشغولم. البته امروز فقط میخوایم بریم که لامپا رو بسته‌بندی کنیم. اگه دوست داری از پروسه تولیدم برات بذارم لایک و ساب یادت نره. خب امروز باید 600 تا لامپو بسته‌بندی می‌کردیم، چون یه نفر همه لامپا رو خرید و بهمون خبر دادن که کل لامپا باید بسته‌بندی بشه. بنابراین رفتیم جعبه‌ها رو درست کردیم، هر کدوم از لامپا رو توی جعبه مخصوص خودش گذاشتیم. بعد از اون در پوش همه لامپا رو گذاشتیم که بریم واسه بسته‌بندی. چون کارگاه ما یه مقدار دیوارش تخریب شده بود، مجبور شدیم توی خونه کسی که براش کار می‌کردیم بسته‌بندی رو انجام بدیم. بنابراین همه لامپا رو توی جعبه‌های خودشون گذاشتیم، مهراشون رو زدیم، تاریخ انقضاشون رو روی کارتون ثبت کردیم و بعد بسته‌بندی کردیم. اینجا هم که دوستم داشت در جعبه ها رو میبست. بعد از اون همه لامپا رو چک کردیم که تعدادشون به اندازه باشه و کسری نیاد. بعدش برامون ناهار آوردن، ناهار رو خوردیم که در کل بریم برای بسته‌بندی. بسته‌بندی ما با سلفون انجام میشه. همونجور که گفتم پکای ما 10 تایی هستن، هر پک رو 2 بار دورش سلفون میپیچیم. برای ما 600 تا لامپ 6 یا 5 ساعت خورده طول کشید. اگر دوست داری که از پروسه تولید لامپ هم بذارم لطفاً ساب یادت نره. نمیدونم چرا در آخر یادم رفت که از کل لامپا براتون فیلم بگیرم، اما خب پروسه اصلی همین بود که دیدین.